به نظرتون من آدم بدیم که فقط به خاطر اینکه تابستون تنها نمونم دوباره با دوست پسر قبلیم اوکی شدم؟ بریم داستانشو گوش بدیم. سال 11 دبیرستان بودم که با تامی آشنا شدم. اوایل رابطه همه چی خیلی خوب داشت پیش میرفت. ما عاشق همدیگه بودیم. ولی رفته رفته مشکل کنترل خشم تامی باعث شد که دیگه هیچی مثل سابق نباشه. دوباره شروع کردیم دعوا کردن. ساعت‌ها با همدیگه دعوا می‌کردیم، ساعت‌ها بحث می‌کردیم. ولی فرداش مثل اینکه اتفاقی نیفتاده باشه با همدیگه اوکی بودیم. دیگه جفتمون هم از این رابطه خسته شده بودیم. اون کم کم داشت به دخترای دیگه آمار میداد، منم داشتم بهش خیانت میکردم، تا اینکه دوتایی تصمیم گرفتیم که دیگه وقتش جدا بشیم. ولی یه مدت بعد تو ماه می تامی دوباره بهم پیام داد. نمیدونستم که جوابشو بدم یا نه. آخه آدم یه اشتباهو چند بار تکرار نمیکنه. ولی دلو به دریا زدم، جوابشو دادم. حتی ناگفته نمونه، تو ذهنم داشتم به این فکر میکردم که دیگه تابستون نزدیکه و تنها بودن خیلی جالب نیست. ولی تامی اصلا جوری که من فکر میکردم فکر نمیکرد. دوباره داشت در مورد اینکه رابطمون رو جدی کنیم با من صحبت میکرد و من واقعا کلافه شده بودم. حالا به نظرتون من آدم بدیم که فقط به خاطر اینکه تنها نباشم تابستون قبول کردم که با اکسم برگردم؟ خب این کاملا یه نوع سوء استفاده هستش، ولی چیزی که هست این دومین رابطهشون نمیگم، اولین رابطه‌ای که حالا کاملا گفتی که اولش خوب بوده ولی بعدها دوباره شروع کرد انگر ایشیو، حالا تامی اسمش بود، برگشت و اینکه هیچ نوع وفاداری هم نبود توی رابطهشون کاملا. سر این من به نظرم که اونقدری این اتفاقی که افتاد سم نیست، یعنی اینکه هر دو طرف انقدری اشتباه کرده بودن که آدم به نظرش منطقیه. ولی از طرفی دومین بار که تامی اومد پیام داد، به نظر من برای درست کردن رابطه و چه میدونم جبران کردن اشتباه خودش بوده، پس یه جورایی اینجا گناه داشته تامی. ولی من کلا این بحث اونقدری بحث برانگیز و میدونی اینکه خیلی بخوام مثلا بگم که کار اشتباهی کرده، نه، به نظر من اینجوری نبود. حالا نظر تو چیه؟ نمیدونم، منم با این نظر تو کاملا موافقم. ولی خب خوبم نبوده که از اول رو راست باهاش نبوده. شاید اگه باش رو راست بود خیلی بهتر بود. مثلا صرفا میگفت بیا دوتا دوست باشیم با هم دیگه تا اینکه بخوان تو رابطه باشن دوباره. حالا من این نظر رو دارم. شما هر نظری دارید توی کامنت ها به همون بگید. با لایک و کامنتاتون ازمون حمایت کنید. میبینیمتون. ای بابا از سال 11 سال 11 بودم. ویدیو خوشتون میاد با لایک و کامنت به هم ثابت کنید. اینجا خیلی طولانی میشه.